سه دختر نورس در دهه باغستانی ناحیه ҳамадонӣ روز 22 ایون هنگام آببازی در یکی از کلهای این دهه غرق شده فوتیده اند. یک منبع از ریاست کارهای داخلی منطقه کلاب در صحبت با رادیو آزادی گفت که این دختران به خانه بابایشان مهمانی رفته بودند و در کلی واقع در نزد باغ زردآلوی بابایشان غرق شده اند. این منبع از هلاک شده ها گلنازه نظرزاده 15 ساله، دلنازه نظرآوی 11 ساله و بصیرت حسین زاده 20 ساله نام برد. حادثه همان روز 20 در نصف روزی می شود. دخترها پای در هم به حوض می دارند. حوض خیلی چقر بوده است. غرق می شوند. چند ساعت بعد ساکنان از قضیه آگاه شده خانواده دخترها را خبردار می کنند. میلیسا هم آگاه شده به جای حادثه رفتند و خلاصه بعد نصف روزی جسد دخترها را از حوض برآوردند. گفت هم صحبتی ما. دهه باغستان به دریای پن نزدیک بوده، کل حوضهای زیاد دارد و هر فصل گرما مقامات غرقشوی ساکنان را در این منطقه ثبت میکنند. هلاکت سه دختر در ناحیه ҳамадонӣ در حالی است که روز 20 ایون ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان گفت که در کمتر از 6 ماه اخیر 40 حالت غرقشوی ساکنان به قید گرفته شده است که بر اثر آنها 17 نابالغ، 12 خردسال تا سن مکتبی و 11 جوان به هلاکت رسیدند. این ریاست همان روز اعلان کرد که از روز 20 سر کرده در ولایت عملیات نجات راه اندازی می شود. حالا طبق اطلاع رسمی در حدود تاجیکستان از اول امسال 66 کس در رود و کلهای جمهوری غرق شده جان باخته‌اند. 36 نفر آنها نورس بودند. در این شب و روز طریق تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی اعلان می شود که مردم از آببازی در منطقه‌های ممنوع خودداری کنند. در شبکه‌های اجتماعی کارمندان میلیسای ولایت ختلان دیده می شود که مانع آببازی کودکان و نورسان در کل رودخانه‌های خطرناک می شوند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلاب.